صبح 13 январ نیمو بعد عبس ورزشگر شناخته پاپ MMA چهارشنبه به خویشاوندان نزدیک او پدر و بیبیش بالاخره میسر شد که بار اول او را در سزای بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان ببینند. در این باره خود آنها بلافاصله بعد انجام ملاقاتشان توسط پخش مستقیم در صفحه فعال زاده بدخشان مظفر امامداد در شبکه فیسبوک خبر دادند. عوضخان پهلوانوف پدر چهارشنبه گفت پسرش هنگام ملاقات سر و صداها درباره گوی و شکنجه شدنش در بازداشتگاه را رد کرده است. احوالش خوب است، در آنجا لباس گرم دارد، حجره‌اش گرم است. گفت که به وی امکان مشق کردن در تالار ورزش را هم فراهم آوردند. خبر داد عوضخان پهلوانوف. بیبی چهارشنبه از مردم برای چنین توجه پیوسته به سرنوشت نبیرش اظهار تشکر کرد و گفت تب چهارشنبه خوش بود و ارادهش مستحکم است. مظفر امامداد اظهار امید کرد که پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان، رئیس مجلس ملی رستم امامعلی و مقامات امنیتی انسان دوستی ظاهر کرده چهارشنبه را برای سخنرانی‌های اشتباهیش میبخشند. او تنها عقیده‌های اشتباهی خود را بیان کرده است. در پشت وی نه یگان حزب ایستاده است و نه یگان گروه. از این رو امیدواریم که انسان دوستی نشان داده چهارشنبه را میبخشند، گفت در انجام پخش مستقیمش مظفر امامداد. یادآور میشویم چهارشنبه ورزشگر زاده ولایت مختار کوهستان بدخشان که 26 سال دارد و یکی از ستاره‌های مشهور MMA در روسیه به حساب میرفت، روز 3 دکبر با اتهام با سرعت بلند و بدون اجرت رانندگی و سوغورتا راندن ماشینش در مسکو دستگیر شد. دادگاه نایه استانکین شهر مسکو روز 6 دکبر حکم اخراج او از روسیه را برآورد و علاقه شب 3 دکبر چهارشنبه را به تاجیکستان فرستادند. برابر رسیدن به فرودگاه دوشنبه چهارشنبه را کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی به حبس گرفتند. ائتلاف ضد شکنجه و بی‌جزایی در تاجیکستان برای حمایت از حقوق این ورزشگر 3 ادوکات را جدا کرده است که علاقه از 31 دکبر دست به کار شدند ولی نتوانستند حکم حبس او را عوض کنند. روز 5 ینوار کلیگه پرونده های جنایتی دادگاه شهر دوشنبه شکایت ادوکات‌ها در مورد چاره پیشگیری نسبت به چهارشنبه را بررسی کرد ولی قرار دادگاه نایه شامنصور از 31 دکبر در مورد به حبس پیشکی گرفتن ورزشگر را به تغییر باقی گذاشت. روز 8 ینوار به چهارشنبه رسما بر اساس قسم دوم ماده 307 اتهام دعوت‌های عمومی به زوراً تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان عیبنامه اعلام کردند. به او بر اساس این بند قانون از 8 تا 15 سال زندان تهدید میکند. ولی او به طور خطی و دهانی چندین بار به تکرار گفته است که من یگان قصد دعوت به غصب زوری حکومت نداشتم، من چنین جنایت نکردم و نمیدانستم که مراجعت من میتواند جنایت ارزیابی شود. من فقط با درخواست به جوابگری کشاندن افراد گناهکار مراجعت نامه کرده بودم. از این سخنان برمی آید که پرونده چهارشنبه بر پایه مراجعت نامه است که او در روزهای اعتراضهای اخیر خروغ نشر کرد. چهارشنبه در آن مراجعت نامه کشتار ساکن نایه روشقله گلبدین زیوبیکوف را محکوم کرده به جوابگری کشاندن گناهکاران مرگ او را طلب می کند.